کارو بذار نباشه جامپ اسکن میشه. بعد What the سلام فهمت من گلچ و خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. آقا اومدیم با پارت سوم. پارت سوم از FNAF جونیورز. بچه‌ها ببخشید که دیر گذاشتم این ویدیو رو چون که دستم خودم از کل سیوا پریده بود. همه رو دوباره از اول رفتم و الان نایت 3. بچه‌ها امشب دمنگله دیگه. تو ویدیو قبلی اگه دیده باشیم میدونین امشب منظور چیه. دمنگل قسمت قبلی دیدیم که فردی یه دست برده برای یک ربات به نام منگل. حالا فنفازم نام منگل کیه ولی اوکی چیه میگه که دارن در مورد منگل زدن. من انگلیسی بسید خوب نیست بچه‌ها ولی اگه فهمیدم داخل ادیت بدیم. حمله بزن میشه بزن. امشه بعد چند ربات حد میزنه بچه؟ هم 6 تا بودن چون با چیز قبل رفتیم. اوکی ماریونت که اینجاست. باکس بد اینجا بود نیست. از بچه گوست اکتیو نشده بعد بالای صفحه می نویسه که گوست اکتیوه یا نه. فعلا که الان نوشته کن اونجا نوشته گوست اکتیوه. بگرد فردیه. باشه همیشه اصلا باگ داره چون که شب سوم چون یه فیتور میخواشه یه تکون میخوره. بالون با یه احتمال زیاد. اوکی بچه ها پارت بعدی یعنی پارت 4 داستان میشن کلا داستان کل بازی براتون تعریف کنم. کسایی که من نمیتونن برن داخل سایت ببینن قشنگ توضیح داستان اصلی FNAF جونیورز چیه. همونطور چه رفرنس هایی به خود FNAF اصلی داره. خب بریم با هم دنبال ربات بگم. بچه ها من فردی و شکم روشه. چیکام خیلی مشکل. چیکار فردی؟ ماریونت نه. چیکار فردی؟ من چیکار منم بالون با یه وقت اکتیو نشه. اوکی اسم من فردیه. فردی رو بزنیم. درست فردی 5 تا فردی باز فردی ماسک کیه؟ این ماسکا کیه؟ بانی بچه خیلی کم شده جدیدن. من دورم خیلی بانی کم جن زده میشه. این اتاق خیلی مشکوکه. فردی بانی چیکار همه فاکس داشت بجای فردی گفتم فاکس بلش کن آقا بلش کن خیلی دارم حرف میزنم. فاکسی فردی چیکار کجا میاد ولی یه سری یا ماریونت یا چیکاره. بذار من ماریونت ها رو بزنم. ماریونت اوکی چیکاره بچه چیکاره. من ماریونت بیاد پرش کنم. چیکار زدم
شانس هم نداریم که. This is the hunt. فاکسی اوکی شده یک دو ساعت هم ویدیو رکورد میکنم فقط همیشه با رد کنم. بچه دوستا وقتی که می نویسه گوست اکتیویتد یه موضوع بگم بچه لطفا هم به چنل یوتیوب من سر بزنید هم اینجا رو تو آپارات من دنبال کنید و اگه دارین از طریق یوتیوب از یوتیوب این ویدیو رو میبینید این ویدیو رو لایک کنین سابسکرایب هم کنین بچه من نیاز به حمایت دارم. تانکیس تانکیو نه تانکیس. خب اوکی سلام اوکی این اتاق مشکوکه اینجا که همیشه بچه همیشه این اتاق وسط پارانورماله همه قبل همیشه اینجا پارانورماله. واقعا برم سواله چرا فرار نمیکنه روی ماریونت دست اول به چوخ نریم. بانیه؟ یعنی بانیه؟ سلام فردی همچنان خیره خیلی خوب اوکی ماریونت پس نیست ماریونت هست باگ نخور دیگه آب نخور باگ یه چیکار یابانیه بیا چیکار یابانیه فردی ایدیز دیدم فردی ندارم چیکار رو بدم بره باشه جامپ اسکر دیگه گفتم این ننتیه بابا ای خدا اوکی دوباره شب میریم دفعه بعد با دقت بیشتری واقعا بچه 5 تا هانتر گرفتن واقعا سخته. خب اوکی همه اینجا فاکسین نداشت گوست اکتیویتی آقای بانی احتمال زیاد هست باشه دوربین جا میشه اکتیویت میشه یعنی پارانورمال حساب میشه. بانی رو اوکی خبری نی اوکی فعلا کسی رو نباید بدن فاکسی یا فاکسی یا چیکار اوکی بچه چیکار فاکسی بیاد باشه ماریونت هم احتمالش زیاده باشه
برام واقعا شانسی زدم باور کنید. اوکی دور براش بچه ویدیو بعدی قرار فسموفوبیا باشه. ماریونت خود ماریونت یا فردیه یا ماریونته. فردی ماریونت فعلا نمیان میشه من بانی بیاد فوکسی هم بیاد فعلا فردی ماریونت خب دیگه خود ماریونت دیگه معلوم. اوکی و علالای ماریونت دوباره گفتم ماریونته اشون از این بازی زیاد نمیترسم همیشه اعصابم خورد میشه. خب بچه این دفعه دیگه ریسک رو میذارم ریسک میکنم بهتر بگم میشه بعد ریسک کنم میشه چند شب آخر بعد ریسک کنم. فاکسیه میگم هست همین الان تیر یه تیر تو ناکجا میزنم و میام فاکسی. بچه خیلی دارم رچه برای اول بار جان بسکل پالمایی هم دیدیم. چیکار ما هم بد بیافیده دایی ها داره ها بازی پالمایی نیست کیه پس چیکو ماریونت بانیه به نیست پس شکم بخوام بدم کی اینجا بوده فاکسی بوده بولونبا یه وقت تصمیم نشده که نه بولونبا تصمیم نشده. ای خدا بولونبا چیکار سخت شد واقعا. برو ماریانت فردی بزنم فردی پس کیه فاکسیه ما هیچ ایده ندارم بچه‌ها. فردی نیست که فردی اصلا نمیکنه باشه وقتی من قرار راحت میشستم میگی مارین
ماریونته. بابا بانیش عکس العملی نداشت، هیچی نداشت. من هیچ پارانورمال اکتیویتی ازش ندیدم. خدا خوابم هم میاد بچه ها. بچه این آخرین ترای همه که میزنم بعدش کنم آف کمره بچه بازی این لعنتی ردش. شب دوم وانترای رفتم خوشحال نمون بازی آسونه بچه. ولی این نکته از هر بانی میشه من دوربینم باگ میخوره، یعنی این ورون برش. اگر دیدم دوربینم باگ خورده بانی رو میزنم. چیکار دیگه معلومه دیگه چیکار. بالا با بچه هم بستخواهی میکنم باید کلا سیوان پریده بود. یه دست بازی کردم که شب دوم 3 بار پشت سرم مارینت شد. هر جور روش کنم به بار کلا، یعنی بانی رو که تزنم این دفعه دار میگفتم بانی شد نمیشه، بس 2 بار اومده. دوباره بانی علای بانی رو میدم. تئوری بچه رد میشه. رد دست افتاده. فردیه هانتر دیسیست فردیه بزنم. درست بعدن چرا هار کردم نمیتونم حرف بزنم. فاکس کی بود الان از اینجا رفت؟ یا بانیه نفرستم بانی بچه این دوربین ریتی کن من اصلا دست بهش دکمه نمیزنم. مطمئنش مست بردی فراش ماریون علالا درست بود. نایس نمیره تو راه دوباره پاپت بود. لوز داریم این دستا.
وای کمرم وای بدونم درد میکنه. خیلی خوب بچه ها، مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.